سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحت سلامت باشید. دوستان امروز آمدیم با آموزش روشن نمودن چراغ گوشی خود با دوبار فشار دادن سویچ خاموش روشن گوشی خود. خب ابتدا وارد تنظیمات گوشی شده و از قسمت تنظیمات میایم پایین، تنظیمات بیشتر را انتخاب میکنیم و از یک قسمتی که شما میبینید دوستای عزیز اینجا نوشته است اشاره های میانبر و این را انتخاب میکنیم. اینجا قسمی که شما میبینید روشن کردن چراغ قوه، دکمه خاموش روشن را دوبار بفشارید و این را من روشن میکنم دوستای عزیز. قسمی که میبینید اینجا نوشتم که دکمه خاموش روشن را دوباره بفشارید. برای راهاندازی دوربین استفاده شده با روشن کردن جایگزین شود. پس میبینید شما دوست عزیز میل قبلا برای دوربین گوشی جور کرده بودم و اگر میخوایم تغییرش بتون که من کارا نمیکنم و شما اگر خواسته خودتان میتونید انجام بدید. دوستا بتامدشم روز ما امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. تا اون شای بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم. خدا نگهدار.